گاهی اوقات میپرسن این نشخوار فکری یعنی چی؟ طرف ذهنش گیره، میشینه ذهنش مشغوله، راه میره ذهنش مشغوله، تو خیابون داره میره شروع میکنه دستاشو تکون دادن و حرف زدن و اینها چیه؟ اینها نشخوار ذهنی یا فکری یا اصطلاحاً رومینیشن یعنی نشخوار ذهنی. اولا اینو خدمت شما عرض بکنم، فکر امری غیر از ذهن است. فکر یعنی به لحظه چیزی را تحلیل کردن و به یک پدیده یا نوآوری یا نوپدیدگی یا نوزایشی منتج شدن. ذهن و ذهنیت یعنی مدار بسته شدن این حاله های فکری در یک محدوده که بیشتر منتج از حسرت های گذشته است یا منتج از اضطراب های آینده است. چه کار کردم یا چه کار بکنم، چرا اینو گفتم یا چی باید بگم. حالا میخوام اینو به شما بگم، میخوام به شما عزیزانم عرض کنم، نشخوار ذهنی چند تا نشانی بارز داره. یکی از نشانه ها اینه که فرد مداوما اون لحظات خجالت آور رو تو ذهن خودش مرور میکنه و خودش رو سرزنش میکنه. چرا اینو گفتم؟ خدایا من چجوری اینو بهش گفتم؟ چرا یه حرفو زدم؟ این چه کاری بود که من کردم؟ پس اولین نشانه بارز نشخوار ذهنی اینه که فرد اون لحظه خجالت آور رو، شرمگینانه رو برای خودش هی تکرار میکنه، مرور میکنه تو ذهنش و هی خودش رو سرزنش میکنه. دوم این که زمان زیادی رو صرف نگرانی میکنه در خصوص چه مسائلی که اصلا از کنترلش خارجی، مسائلی که تحت اراده او فرد نیست. اگر اینطوری بشه چه کار کنم؟ اگه اونطوری بشه چه کار کنم؟ اگه این اتفاق بیفته چه کار کنم؟ اگه اینو بگه چه کار کنم؟ یعنی هر چیزی که من الان نگرانم به خاطر مسئله‌ای که خارج از اراده منه، هنوز هم اتفاق نیفتاده، در حیطه اراده من نیست، در حیطه کنترل و مدیریت من نیست. سومین مسئله‌ای که معمولاً نشخوار کننده های ذهنی بهش مبتلا هستن اینه که صحبت‌ها و گفتگوهایی رو که با بقیه داشتن هی مرور میکنن و بعد هی به خودشون نهیب میزنن که چرا اینو گفتم؟ اینو نباید میگفتم؟ اینو باید اینجوری میگفتم؟ اینو باید اینطوری برخورد میکردم؟ اگر اون میومد در برابرش این حرکت نشون میدادم؟ این هم یکی از علائم نشخوار ذهنیه. چهارمین علامت نشخوار ذهنی اینه که این افراد خیلی براشون سخته که بی خیال بعضی از مسائل بشن، خودشون رو رها کنن، لذا مداوماً هی اشتباهات رو مرور میکنن. میبینی امروز مرور میکنه، دوباره فردا مرور میکنه، دوباره یه هفته دیگه مرور میکنه، مدام
علتش اینه که نمیتونه بی خیال اون اشتباهی بشه که مرتکب شد. بنابراین نه تنها خودشو محاکمه میکنه بلکه ملامت هم میکنه، چون ما معتقدیم که انسان عزتمند خودشو باید محاکمه کنه اما اجازه نداره خودشو ملامت کنه. یادتون نره انسان عزتمند خودشو باید محاکمه کنه اما اجازه نداره که خودشو ملامت کنه. خب پنجمین نشانه نشخوار ذهنی اینه که این افراد معمولاً متوجه اون شرایط و اون اتفاقاتی که اطرافشون میگذره نمیشن. اینقدر درگیر فکر کردن و مشغول شدن به اون ذهنیتن که آیا این اتفاقی که افتاده یا اتفاقی که ممکنه در آینده بیفته چه کارش کنم، چجوری برخورد کنم، که اصلاً اینها نمیتونن در زمان حال قرار بگیرن. یعنی تمام نقد زمان حال رو اینها دادن به ازای درگیری با مسائل گذشته یا مسائلی که در آینده ممکن اتفاق بیفته. ششمین ویژگی افراد نشخوار کننده ذهنی اینه که اینها زمان خیلی زیادی رو صرف این میکنن که طرف یه حرفی که داره میزنه منظورش چیه، این جمله‌ای که میگه چی میخواد بگه، این لیوانو برداشت گذاشت اونجا، آها منظورش این بوده، اصلا منظورش چیه، چرا یه مرتبه تکیه داد به دیوار، میخواست چی بگه، چرا پوزخند زد، چرا لبخند زد. مدام در حال بررسی این مسئله که منظورش چی بوده از این کلمه، از این حرکت، از این نگاه، از این اشاره، از این لبخند، از این خشم، از این تعجب، از این بغض. خب به این میگن چی؟ نشخوار ذهنی، رومینیشن. حالا سوال، راه حل مبارزه با نشخوار ذهنی چیه؟ راه حل مبارزه با نشخوار ذهنی اولیش اینه که تو اجازه نداری زیاد تنها باشی، باید اطرافت مدام آدم باشی، چند تا دوست باشن، بگی بخندی، بگی بخندی، بگی بخندی. وقتی دوستان تو اطرافت هستن خودتی، راحت، سرحالی، قبراقی. چرا؟ چون تو زمان حالی. دوم، مدیتیشن، مراقبه کنی با استفاده از اساتید مدیتیشن ها. اساتید مدیتیشن به تو میگن که تو میتوانی چگونه مراقبه کنی. یوگا، انرژی هایی که میتوانی با پیاده روی، با استخر، با شنا در استخر، شنای در کنار رودخانه، پیاده روی، بارفیکس، همه اینها وسایل و ابزاری هستن که تو رو از میدان نشخوار ذهنی خارج میکنه. یکی دیگه از عواملی که میتونه به تو کمک کنه اینه که محرک های اصلی نشخوار ذهنی رو پیدا کنی. یعنی ببینی اون محرک ها، اون استیمولیتور ها که باعث میشه تو وارد عالم نشخوار ذهنی بشی، اونا چی هن؟ اونا رو شناسایی کنی. مثلا طرف گاهی اوقات میاد تو اتاق یه قاب عکس رو میبینه، تا قاب رو میبینه میره تو فکر، شروع میکنه گریه کردن، شروع میکنه حرف زدن، شروع میکنه ناله کردن. آقا اگر این قاب عکس عامل نشخوار ذهنی توه، برش دار از تو دیوار، شناساییش کن. تو که آگاهی داری،
بصیرت داری نسبت به حال خودت، شناساییش کن، اون محرک ذهنی رو حذف کن. نکته پایانی که میخوام به شما عزیزانم عرض بکنم اینه که افکارتون رو بنویسید، هدفاتون رو بنویسید و دعا کنید. این رو به خاطر بسپارید عزیزانم، سرورانم، قربونتون برم. اینو از طرف من که مخلصتونم به خاطر بسپارید. اندیشه خوشحال کردن دیگران تنها راهی است که ما را از تفکرات منفی نسبت به خودمان باز می‌دارد. یه بار دیگه میگم، اندیشه خوشحال کردن دیگران تنها راهی است که ما را از تفکر منفی در مورد خودمان باز می‌دارد. دوستتون دارم. تمام.